در مورد خودشیفتگی یا نارسیسیسم، یکی از اختلالات شخصیتی نارسیستیک پرسونالیتی دیسوردر بهش میگن NPD، یک ذهنیت و رفتاری که در اون شخص چند تا ویژگی از خودش نشون میده. یکی خود بزرگبینیه، نه به معنی احساس کرامت و خود ارزشمندی، به این معنی که دارای یک خود متورم و مهم هست در مقایسه با دیگران، یعنی این برتر از دیگرانه. اون خود بزرگبینی یک خود ارزشمندی اصیل نیست، یک خود بزرگبینی وابسته است، یعنی شما خودتون نسبت به دیگران برتر میبینین. یه ویژگی دیگه آتش دائمی به تحسین و تمجید اطرافیانه، دائم احتیاج داره که مورد تایید و مورد توجه و مورد تحسین قرار بگیره. و یه ویژگی دیگهش نبودن یا ضعف همدلیه، امپاتی. خیلی امپاتیک نیستن، خیلی منش و کنش همدلانه ندارن، آدمای سردی هستن.